طاقت بیار پسرم، کم مونده عزیزم. میام نجاتت میدم، من نجاتت میدم پسرم، پیدات میکنم، نجاتت میدم. شاید اون موقع بخشیدی منو. مقدس چی کار میکنی عزیزم؟ من میرم دنبال فاتح، پیداش میکنم. با چمدون؟ لازمه فهمی؟ چقدر بیشعوری مقدس. بس کن، ببین الان یه اکیپ دارن دنبال فاتح میگردن. تو اون هیریویر باید به تو هم برسن. من باعث شدم فاتح گم بشه، برای همینم من باید پیداش کنم. عزیزم بیا یکم بشین، بیا. تقصیر منه مگه نفهمی؟ آره انگار حق با فاتح بود، نفرت چشامو کور کرده بود. عزیز دلم، البته که اشتباهایی داشتی، اما همین که اینو فهمیدی عالیه. پشیمون شدن از این هم قشنگتره. چی کار کنیم؟ ذات تو هم همینه، همه با هم تحمل میکنیم. چی داری میگی فهمی؟ من دارم از عذاب وجدان میمیرم، تو هم چیا بهم میگی؟ دخالت نکن، من میرم پیش بچم. مقدس ببین، بهت قول میدم فاتح پیدا میشه. تا فردا مهلت بده. اگه تا فردا فاتح پیدا نشده باشه دوتایی با هم میگردیم، البته بی چمدون. فهمی از کجا میدونی پیدا میشه؟ عزیزم دیگه چند بار باید بگم، اون همه آدم الان دارن دنبالش میگردن. اکیپ گشت پلیس الان همه دنبال اونن. بابا خواهش میکنم مقدس، اصلا هیچ کس هم نباشه زینب اونجاست. هیچ کس هم پیدا نکنه زینب میکنه. ارزشو نداره. مقدس این چرا خوشگله؟ یادم نمیاد کی خریدم. به من چه؟ مامان الان خوبه، تو اتاقش داره استراحت میکنه، اما وضعیت مامان بزرگ خوب نیست. من میترسم. سلین جون خواهش میکنم نترس عزیزم، همه چی درست میشه، باور کن. ببین من خودم رو سر پا نگه داشتم، امیدم رو از دست ندادم. شما هم قوی باشین. آفرین، دمت گرم آبجی، باریکلا. سلین میشنوی؟ حداقل داداش پیدا میشد. پیدا میشه سلین جون، دیگه آخراشه. یه حسی بهم میگه پیداش میکنیم، بدون اون بر نمیگردم اونجا. راستی شما مراقب پسرم باشین. خب زینبم ما خوبیم عزیزم، تو نگران ما نباش. ببین سلیمم حالش خوبه. فکرت اینجا نمونه ها، مادر به زودی میایم کنار هم دیگه میشیم دوباره. قربونت برم من. خدا کنه عمه جون، امیدوارم. سلیم نگاه فندق، مامان داره دست تکون میده، تو هم دست تکون بده. پسرم نگاه سلیم، ببین پسر خوشگلم. اوه جون. خب دیگه آبجی بازم حرف میزنیم، تو مراقب خودت باش. خدا زینب. تو کی برگشتی زینب؟ امروز خیلی خسته شدی، برو یکم استراحت کن. خوابم نمیاد، شما بخوابین. زینب جون همه چی رو به راه میشه، خودتو ناراحت نکن دخترم. زینب پاشو بخوابیم، صبح زود بلند میشیم پیداش میکنیم. پاشو بابا بلند شو. من بچه نیستم، خیالم نکنین با شما آشتی کردم. اگه خوابتون میاد شما بریم بخوابین. گفتم من خوابم نمیاد. شب بخیر. ولم کن من اسلام نمیخوام، من دومات نیستم. ولم کنین. عجب آدم عجولی هستی ها. ولم کنین، این چه وضعی آخه؟ چی کار میکنین؟ من ازدواج نمیکنم، به چی میخندین شما؟ بابا یه لحظه دندون به جیگر بگیر، بذار به کارم برسم. ای بابا ولم کن. عمو زکی هنوز تموم نشده. مگه دومادتون وای میسه به کارم برسم؟ اون همینه، هر چی شد دستاش. خدا رو شکر. پس زینب همه چی رو بهتون گفت ها؟ دستامو باز نگفتم سوء تفاهم شده؟ به خدا باور کنین ازتون شکایت نمیکنم. بالاخره شما هم به خاطر خواهرتون این کارو کردین. خب ما رفتیم. کجا میری بچه؟ خب مگه زینب همه چی رو بهتون نگفته؟ میرم دیگه، نترس، شکایت نمیکنم. اون دختر چش سفید بهمون گفت 7 ماه چه جور با هم پریدی. بله؟
بابا خواهر تو دیوانه است. 7 ماه دیگه کدومه؟ دروغ میگه، به خدا قسم دروغ میگه. خفه مرتی که یه هرزه. ما هم خیال میکردیم خیلی حواسمون جمعه. 7 ماه سرمون شیر مالیدیم. ای خدایا منو بکش بابا. 7 ماه پیش آمریکا بودم، مدرکم دارم نشون میدم. را بیاف بریم. بدو را بیاف بریم. چی کار داری؟ بدو حرف نباشه. بگیرینش. فرار کرد. بدوین. بگیرینش. رنگی بیا منو بگیر. زود باشید. بگیرینش آبجی بیوه شاد. های الفسو با اونا بازی نکن، زشت بیوه. ولش کنین یادگار خانم، چیزی نمیشه. اونا گل مصنوعی هن. سلین عزیزم تو هم اخماتو باز کن. ببین مادر بزرگت داره خوب میشه. یکم خوشحال باش دخترم. آره سلین، گلسوم خانم به هوش اومد اینطوری ببینتت. حق با شماست. وای داره به هوش میاد. اوی مادر جون. مادر مامان بزرگ. اوه خدای شکره. فاتح خوبه مادر جون. فاتح کاملا خوبه. خب پس کجاست؟ خدا میدونه. منظورت چیه؟ داداش تو راه مامان بزرگ داره میاد اینجا، خیلی خوبه. جدی میگی؟ گلسوم خانم من با آبجی حرف زدم، گفت داداشم پیششه دارم میان اینجا. جریانم اینطوری بوده که هواپیما سقوط کردنی داداش فاتح زرنگم پاراشوتو برداشته و پریده بیرون و زنده مونده. فاتح خوبه مادر جون، تو قشنگ استراحت کن فدات شم. اورهان ممنونم. پسرم خیلی خوب گفتی، بی خودی بیچاره رو ناراحت نکنی. دروغ میگین. خدا میدونه پسرم الان تو چه حالیه. چی شد؟ مگه نگفتی امروز میاد؟ مقدس مادر خوابیده، یکم ساکت. بابا جونم حال داداش واقعا خوبه دیگه نه؟ بله دخترم. آی زینب چیه داداش؟ بجنبه. اومدیم داداش. ای قربون قد و بالاست برم. دوماد بجنب دیگه. حالا شبیه آدمی زاد شد یا دوماد؟ نفوته نمیخوای دستمو بگیری؟ خب یه عکس دست جمعی بگیریم، این لحظه برامون بمونه. بیا دوما عمو یه عکس دست جمعی بگیر. حالا دست بزرگا رو ماچ کنی. بفرمایید. برو دومان. خدا حفظت کنه دخترم. خدا حفظت کنه داماد. الهی خوشبخشی. انشالله خوشبخشی. خدا حفظت کنه. به هم مبارک باشه. سلامت باشی پسرم. مبارک باشه. سلامت باشی. آفرین. این خوشبختیتونو به این بزرگترا بده کاری. خب دیگه بزن عروسی شروع شه. هی! باشین همسایه، باشین غیر بدیم بیاییم وسط. یالا بیاییم وسط.
میزنینم بزنین، بزن. خبر تازه‌ای نیست جناب. فعلا که خبر تازه‌ای نیست، اما چیز زیادی نمونده. اکیپ همه جا رو میگردن. میتونم بگم هر لحظه ممکنه خبر برسه. منم همینو نمیفهمم. سوء تفاهم نشه آقا. تو همچین جای کوچیکی چطور این بچه پیدا نمیشه؟ اینجا چند تا روستا هست. ممکنه زخمی شده باشه، به یکی از خونه ها پناه برده باشه. نمیدونم. نه بابا، خدا نکنه. آقا شوکت، یه خواهش ازتون دارم. اگه زینب خانم رو راضی کنین تو بررسی منطقه دخالت نکنم. نمیتونم جناب. تو دختر منو نمیشناسی. الان که بپره اینجا. شوکت، زینب رو پیدا نمی کنم. به هتلم زنگ زدم گفتن رفته بیرون. کجا رفته؟ نمیدونم، پیغامم نذاشته. بفرما آقا. دیدی؟ من به چی گفتم جناب؟ دختر من دیوونه است برادر. خب با اجازه برو. میگم زینب چرا این کارو میکنی؟ دلت برام نمیسوزه؟ میگم خدای بزرگ ما رو واسه هم آفریده. فاتی جونم، تو چرا اینطوری میگی؟ خیلی زشتم. ببین، من یه زن دارم، یه دونه هم بچه دارم، خیلی هم کوچیکه، تازه پا گرفته بچم. اگه ببینیش دلت میسوزه. نه خیلی خوب باشه، خدا ببخشته. تو خیالت راحت باشه شوهر جونم، من هم به تو میرسم هم به اون بچه دماغت. خدایا این دیگه چجور امتحانیه؟ دوبله شده دار خونه استانبولمون گنده است. ماشینم داری؟ اگه نداری اصلا خودتون ناراحت نکن داداشم، یکم بعد کلی طلا میریزه تو دامنم. آره چی داری میگی؟ چی میگی؟ میگم من زن دارم، از تو هم اصلا خوشم نمیاد. نه اینکه من کشته مرده تو عملتی که. پس چرا نمیگی بذارن من برم؟ گفتم که نمیشه، داداشم جفتمونو میگیره میکشه. التماست میکنم جون عزیزه، تو رو خدا بگو اشتباه کردیم، یه چیزی بگو بذارن من برم. نمیشه دیگه، خیلی دیره. چرا؟ عاقدم اومد. چرا از درخت اومدی پایین؟ الان هیچ تو حس و حال سر و کله زدن با تو نیستم بابا. بچه ها سلام. سلام. شما این دور و بر این عمو رو ندیدی؟ دیدیمش. شما؟ دیدی؟ کجا دیدی؟ اونجا. جون من؟ اگه بهم دروغ بگین من میدونم و شما. فاتح! تو فاتح، زینب دختر حسینو به همسری پذیرفتی؟ قبول میکنی؟ نه خیر. میگه نه خیر. بگو بله. پذیرفتی؟ نه خیر. میگه نه خیر. بگو بله. پذیرفتی؟ گفتم نه خیر. میگه گفتم نه خیر. ای بگو بله. فاتح Benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım gün dünden ziyade, kalbim virane, aşk fevkalade. فاتح زینب تو چطوری اومدی اینجا؟ تو نیومدی، من اومدم. فاتح منو بخشیدی.
من بهت رسیدم، بقیهش مهم نیست. وای زنی که شوهرمو ول کن، ور پریده. شوهرت؟ کدوم شوهر؟ تو کی هستی؟ زینب، معرفی میکنم، زینب قاطی. اینا دارن به زور عقدم میکنن. چی؟ کیا؟ ما صبر کنیم ببینم. وا شماها کی هستین اصلا آقا؟ کیو دارین به زور عقد کی میکنین؟ اون شوهر منه، فاتح رابیا فریم. عجبا هیچ گوری نمیری. یه راستی اونجا دونی. چی دونی؟ طویله. چیزه وقتی دلا یکی میشه طویله برات بهشته. ببین به خاطر من به چه روزی افتادی. هیچ اهمیتی نداره فاتح، من هیچ اعتراضی ندارم. تو رو پیدا کردم. زینب، وقتی سعی می‌کردی رابطمون رو نجات بدی، من خیلی با حرفام رنجوندمت. معذرت میخوام. نه فاتح، برعکس من ازت معذرت میخوام. کاش زبونم لال میشد و اون حرفا رو بهت نمیزدم. خدا نکنه زینب، زبونت لال نشه. من دوستش دارم. آی فاتح. زینب بیا یکم بیا. حالا اگه شد بیا اینجوری کن، اینجوری. یه سوال ازت دارم. اینجا نپرس بعدا. نه خیر، الان میپرسم. شوهرم میشی؟ های چی؟ چی گفتی؟ یعنی نمیشی؟ نمیدونم، باید فکر کنم. باید فکر کنی؟ به چی باید فکر کنی آقا پسر؟ زینب، تو رابطمون همه یه کارا رو تو کردی، پیشنهادا رو تو دادی. بذار پیشنهاد ازدواجم من بدم. منتظرم. اینجا؟ بله پیشنهاد بده، منتظرم. نه خیر خانم، اینجا نمیشه. هر وقت بخوام، هر جا که بخوام پیشنهاد میدم. باشه؟ فاتح جون چه فرقی داره؟ زود باش دیگه، دستاتو باز کن. میتونم زینب؟ صبر کن الان. نتونستم. باعث و بانی همه اینا اومد. پوستشو میکنم. در استودیو جن. سلام جوونا. چیزه اول اینکه به خاطر خبرهای تلخ و مشکلات حیاتی که براتون درست کردم ازتون معذرت میخوام. ببخشید خانم و آقا، ببخشید. بخشیدیم، به جون خودم بخشیدیمت. حالا ما رو از اینجا نجات بده. نه اون که نمیشه، اون غیر ممکنه، چون که خانداداشم الان دم در وایساده. پامون از اینجا بذاریم بیرون هممونو میذاریم میکشی. به خدا عجب گیری کردی ما. شما چی از جون ما میخواین بابا؟ تازه تو کی هستی که برای شوهر من دردسر درست میکنی ها؟ مگه دستم بهت نرسه زنی که اون موهای بیریخته تو میکنم میذارم کف دستت. فاتحه به مقدسم ندادم، چه برسه به تو؟ خب من چیکار میکردم؟ چاره ای نداشتم بابا. اگه زن این مردی که نمیشدم منو میدادم به یه آدم دیگه ای که اصلا دوستش ندارم. تو بغلی که نمیشناسم جوونیم حروم میشد. زنی که اون روی منو بالا نیار، نه که منو دوست داشتی. نه تو هم دوست نداشتم، اما برای تو یه جای امیدواری هست. حالا بیا اینجا ببینم. گم بیرون زینب، خودتو کنترل کن. خیلی خوب. بابا چی کار میکنی؟ این دختر میتونه نجاتمون بده. نگاه کن خواهر زینب. زینب اسم منه، به اون نگو. حق نداری به یکی دیگه بگی زینب. خواهر آبجی، ببین آبجی، تو رو خود ما رو از اینجا ببر بیرون. دوستشم نجات بدم اما نمیشی. بهتون که گفتم خانداداشم دمی داره، امکان نداره بتونه این دوتایی زنده از اینجا بریم بیرون. تا پاتون از اینجا بذاریم بیرون میزنه شما دو نفر رو میکشه. به خدا بیا اینجا نترس. بیا نترس، کاری ندارم. تو رو خدا این بغل دماغمو بخورون، مردم. پایین‌تر
آخش خدا خیرت بده. ببین دختر، تو با اونی که دوستش نداری ازدواج نمی کنی. ما هم از اینجا سر و مر و گنده میریم بیرون. من یه نقشه دارم اما خوب گوش کن چی میگم. خب باشه. حالا یه شماره بهت میدم، تو میری به اون زنگ میزنی، اونا میدونن چی کار کنن. باشه؟ باشه. بفرما فهمی. خبری هست یا نه شوکت؟ هست فهمی. یکی گم شده بود، حالا شد 2 تا. 2 تا؟ اونجا چه خبره؟ کی گم شده؟ میخواستی کی گم شه؟ زینب گم شده دیگه. بی خبر از همه پاشده رفته، حالا باید دنبالمونم بگردیم. خب اون تفلکم حق داره، طاقت نیورده. منم اینجا مقدس رو به زور نگه داشتم. اصرار که منم میخوام برم. نه یادا، ببین فهمی، نه یاد. نبینم دیگه مقدسم بفرستی، فقط مقدس کم بود. فهمیدی؟ نه بابا چرا بفرستم؟ نگران نباش. یکم بعد زنگ میزنم شوکت. فعلا خداحافظ. فهمی؟ چی شد؟ پسرمو پیدا کردن؟ نه جونم. گم شده هامون 2 نفر شدن. کی؟ زینب گم شده. واقعا که بی حیا، بی تربیت، نفهم. مردم باید دنبال پسر من بگردن یا در خدمت ایشون باشن. مقدس ببینم که عذاب وجدانت زود تموم شده عزیزم. آخ فهمی، مگه من از ناراحتی میفهمم چی میگم؟ ببین عزیزم، من باید برم بیمارستان. تو هم از خونه بیرون نمیری یا باشه؟ به من نگاه کن. نگاه هیچ جا نمیری یا دیگه جوش تو رو نزنیم. قبوله؟ خداحافظ. بی حیای پررو. بابا آقایون، بزرگا، ریش سفیدای محترم، ببینین دوباره بهتون میگم من زینبو نمیشناسم. اینقدر به این نگو زینب. بابا خب این خواهرمونو، این خانومو نمیشناسم. من شوهر این زینبم. بله، ما زن و شوهریم آقا، زن و شوهر. بچه هم داریم، کم مونده قدش به ما برسه. بچه هم داریم. زینب، اینا راست میگن؟ بله خانداداش. نگاه. پس تو واسه چی برگشتی به من گفتی ما همو میشناسیم، ما 7 ماه با همیم؟ 7 ماه؟ دیوونه اینجوری گفته. خب تو میخواستی منو شوهر بدی دیگه، اونم به کسی که اصلا دوستش ندارم. دیگه چی؟ شماها زده به سرتون؟ مگه این دختر کفشه که اینجوری میفروشین به هم دیگه؟ زینب فرق زیادی هم نداره، تو کاری فاطمه چی داری میگی؟ چرا نگو؟ بسته دیگه، بسته. دوستت ندارم آقا. من اصلا هیچ کس دوست ندارم داداش، هیچ کس دوست ندارم. زن هیچ کسی هم نمیشم. آفرین، حرفتو بزن. منم عروس نمیشم، یعنی دومات شدم رفته. از این خبرها نیست دیگه، خیلی دیره. تو اسم آبجی من انداختی سر زبونا. یا عروسی میکنی یا همه تونو میکشم. ای کور خوندی؟ شوکت بابا. های خدای شکرت. به جرم آدم ربایی و تهدید با اسلحه بازداشتی. اسلحه‌تو بنداز. صبر کن آقا. جناب سروان من کاری نکردم. کی گفته؟ نامیافت. آهای زینب، حقتی، برو به درک. شوکت بابا. دوماد. مریم خانم. آخ شوکت بابا، بازم تو به دادم رسیدی. نه این دفعه من نرسیدم داماد. من به دادت رسیدم فاطمه. من اومدم. آره این دفعه تو بودی. دارن میان. داداش فاطمه قهرمان. داداش فاطمه قهرمان. دلم برات تنگ شده بود پسر. دلمون مثلا تنگ شده بود داداش. یواش سب کن ببینم. اگر سربازی اومدم اینجوری نریزین سرم. ای بابا. های داداش این دفعه واقعا زهر ترکمون کردی. چیزی نیست، خیلی خوبه. خوش اومدین. آجر مامان
چطوری؟ یه اینجا ببین. سلام عزیزم. یه. اوه عزیزم. زینبم دمت گرم دختر. ببین چطور داداشمو پیدا کرده بود. زن داداش گلم. پیدا نمی کردم می مردم. آه پسرم، عزیز دلم، قربونت برم. عزیز دلم، فاتح، فکر کردم دیگه نمیتونم ببینمت. منو بخشیدی؟ بسته به رفتار از این به بعدت داره، درباره‌اش تصمیم میگیرم. بیا. پسرم کو؟ پسرم کو؟ تو خونه. بیا بریم. اگه بلایی سرت میومد من میمردم. مادر بزرگ تو رو خدا گریه نکن. ببین من پیشتم دیگه، صحیح و سالم پیشتم. باشه گریه نمی کنم. ببین ما هم آشتی کردیم. بله ببینید من شما گلسوم خانم اینطوری بگم حتی با مقدس خانم هم آشتی کردم. جدی؟ آره باورت میشه؟ از این خبر خیلی خوشحال شدم، اما یه کارایی هست که باید انجام بدیم. چه کاری؟ اون امضاهایی که پشت گوش انداختین میگم یادتون رفت. منظورتون چیه؟ مادر بزرگ تو اونو از کجا میدونی؟ یعنی چی میدونی؟ برگه هایی که ارثمو به سلیم بدم و خودم حاضر کردم، اما شما مرتب پشت گوش انداختی. تو اونو میگی؟ من فکر کردم اون یکی رو میگی. یعنی آره خب فهمیدیم. بله شما فراموش بله کردی. درسته. اما من خاطرمه. سریع میریم پیش وکیلم و اون برگه ها رو امضا میکنی. تو حالت خوب شه مادر بزرگ، یکم بهتر شی امضا حل میشه. من دیگه موقعیت عقب انداختن کارا رو ندارم. اگه بلایی سر من بیاد خدا نکنه مادر بزرگ. چی داری میگی؟ گلسوم خانم خواهش میکنم این بحث رو عوض کنیم، از که چیز دیگه حرف بزنیم. بچه ها ازتون خواهش میکنم روم و زمین نندازین و بذارین تو آرامش بمیرم. گلسوم خانومو زیاد خسته نکنین، باید استراحت کنه. حرفایی که باید میزدم و زدم. اون برگه ها رو حتما امضا کنین. باشه حلش میکنیم. باشه. رد کرد. دکتر گفت ممکن اگه دوباره تکرار بشه براش خطر حیاتی داشته باشه. ای بابا واقعا اینقدر جدیه؟ یعنی؟ متاسفانه زینب جون، مادر باید دیگه یه زندگی آروم و دور از استرس داشته باشه. من اجازه نمیدم تو خونه کسی ناراحتش کنه. امیدوارم فاتح، امیدوارم. من با دکترش حرف میزنم. شب تو خونه میبینمت. باشه بابا جون باشه. خب دیگه زینب بریم کاری که مادر بزرگ گفته بکنیم. فاتح جون اون حالش خوبه، لازم نیست نگران باشی. دکترها همینن، همیشه بدترین احتمال ممکنه میگن.
آره اما بریم این کار میراث رو تمام کنیم، خوشحالش کنیم. همین الان؟ آره همین الان، بیا. اما قبل از اون در اصل یه امضای دیگه هم هست فاتح، برای سلیم. درسته، برای پسرم. بریم. اوی یعنی میخواستم به زور برای کنار ما زن بگیرن. آره حالا دختره یه درش دیوونه هم داشت. باز خوبه تا طوریشون نشدی یا رو انداختن هلفتونی. خدای برم پشتت قایم شم. اینا دیگه کیان؟ باز خدا رو شکر همه چی تموم شد. کاش رابطه ای ما هم با زینب درست میشد. میشه مریم خانم، نترس، به اونم میرسیم. تو فقط یه ذره صبر کنی کافیه. یادگار به دادم برس خواهر. یا خدا چه خبره؟ شدم یادگار. آیفه یادگار بشین با این هیکل سر گیج میره. چی شده دختر؟ چی نشده یادگار، چی نشده؟ یادگار من چه خواهی که بسرم بریزم. من سر به کدوم بیابان بسرم خواهر؟ برو یه لیوان آب بردا بیار. بودو خاله آیفره داره بیار دخترم بیار. جگر خاله آیفره آتیش گرفته. بیار دخترم بیار. چه خاکی بسرم کنم؟ دردمو بگی بگم یادگار. اینم سواله که میپرسی به ما بگی دیگه، بگو. خب زبون بچرخون بگو. یادگار خارون مرتی که خاک بر سر من بیچاره. آی خدا بزنه به کمرش. آی جفت چشاش بیاد تو دستش. آی قربونت بشم خدا الهی اون روی نفتش تو آتیش جهنم بسوزه. ای بس دیگه آیفه، اینقدر نفرین نکن برمیگرده به روی خوده. بگی ببینم. یادگار اساس اون مرتیکه آشغال مامورای اجرا اومدن خونه. نگو. یادگار هر چی توی خونه داشتیم همه رو برداشتن بردن. خواب از سرمون پرید. آخرش من و اون دوتا بچه های مشنگم باید بریم تو خیابون بخوابیم. یادگار خدایا خودت بهمون رحم. یکم دیگه خواهر من تنها بودم رو زمین خشکم میخوابیدم، اما بچه هامو چی کار کنم؟ حداقل فکر بچه ها تو میگردی الهی جفت چشات از صدقه در بیاد. کاش میمردم این روزا رو نمیدیدم. یادگار کاش میمردم این روزا رو نمیدیدم. کاش میمردم. آقا چرت نگو زبون تو گاز بگیر. ببین انقدر نگران نباش، مشکل پولو حل میکنیم. یعنی هیچ کس هم نمیتونه تو رو بندازه بیرون. نه خواهر نه، من پول نمیخوام، زنده باشی. من فقط برای کمک به تو. نه زنده باشی مریم خانم، نه خدا خیرت بده. من پول نمیخوام، برای پول نیومدم اینجا. من کسی ندارم باش درد دل کنم مریم خانم. من یه یادگار دارم دیگه، هیچکی ندارم با یه حرفام بشینه. اون یادگار قربونتو بخورم. نگو که بابا. آیفر را بیفرم خونه شما وسایلتو جمع کنیم، منم میام. بند بساط دم بیاریم اینجا. یادگار پاشو تو هم بیا. الیفسو تو هم بود جواد کامیلو خبر کن، اونا هم بیان کمکمون کنن. بود ببینم. پاشو دیگه. آخه اینجا حرفیه داداشو کرد. پاشو میگم، حرف نباشه. ما هنوز نمردیم. پاشو ببینم. مگه ما مردیم دوستمون تو خیابون بخوابه؟ بدو. ای موتندنی من، خدا خیرت بده. خیلی خوب را بیا. بریم. مقدس جون، پسرمون صحیح و سالم برگشته خونه، اما هنوز تو حالت گرفته است عزیزم. نمیدونم فهمی. ببین میزمون چقدر خالیه، همه پخش و پلا. تو انگار دلتنگ مادر شدی. نه بابا، اعتراف کن. نه خب نمیشه که گفت اسمش دلتنگیه. ولی اسمش چیه جونم؟ قبول، دلم تنگه بابا. بالاخره با اون زن 2 کلمه حرف میزدیم. مادر اصلا فراموشم نمیکرد، همش یه طعنه‌ای بهم میزد. حتما برای همینه حس میکنم یه چیزی کم دارم. همه اینا نشونه اینه که براش مهمی عزیزم. آره دیگه. مقدس جون،
ناراحت نباش عزیزم، فردا سر این میز میشینه. همه با هم شام میخوریم. بیا امشب از یه شام 2 نفره لذت ببریم. چطوره؟ پس ولش کنیم. سلیم، قهوه؟ ممنون عزیزم. نوش جونه. به چی نگاه میکنی؟ اورهان، تو مرد خوبی هستی. یعنی نه، بهترین مردی هستی که تا حالا دیدم. ای بابا، گرفتی ما رو تو اما. ای بابا، خوبه همش یه قهوه برات آوردم. برای همینم بهترین مردی هستی که تا حالا دیدم. هیچ لوس نمیشی، اصلا متوجه خودت نیستی. خجالت میکشی، خجالت کشیدن بلدی. دختر از این حرفا نزن دیگه بابا. دیگه چی؟ یه جوری میشم سلین، کاریت نباشه که چیم. اورهان، خیلی ازت ممنونم. تو سخت‌ترین روزای زندگی یه لحظه‌ام تنهام نذاشتی. دختر، ناسلامتی تو عشق منی، درد تو درد منم هست. دوبله شده در استودیو جیم. عزیزم، چی شد؟ مشنگ من مهربونم، فهمیده و خجالتی خودم. تو مشنگ خودمی. بله که من مشنگ تو هم، مشنگتم، مشنگ خودتم. سلیم شکرچیزاده. سلیم شکرچیزاده رسما به عنوان وارثم تعیین شد. بله مادر بزرگ گلم، وارثته. میگم آره، عهد بوقه قبول نمی کنی. من نمیگم. پسر، تو نبردی منو سر کوه؟ زیرزیرکی خونه ما زندگی نکردی؟ ما هم نداشتیم، پس چرا 24 ساعت بیخی دل هم بودیم؟ اون با این فرق داره آخه. چی با چی فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. بشین سر جات ببینم. گوش کن، اگه بشنوم به کسی چیزی گفتی، اون کلت از جاش میکنم. به فادیک مهلت نمیدم، خودم میکنمش. یکم خونسرد باشین، چی کار میکنین؟ خب شما برای همه چی حاضرین جوونا؟ چی؟ کدوم شما؟ یعنی همتون؟ فاتح جون، تو باز چی تو سرت میچرخه؟ چیز خاصی نمیچرخه زینب، فقط با خودم گفتم یکم با هم بریم بگردیم. ها؟ کجا بگردیم؟